در همین شهرهای غریبی استاد نیکوه های به وقت هست. نیکوه مینن تا یه روز یا یه هفته پل میتن و میگن که به وقت همه جایز است یا نه. این نکاح موقت است، این نکاح باطل است، این حرام است، این نکاح شیعه ها هست، رافضی ها هست، این در دین برای مقدس اسلام نیست. نکاح با نیتی ابدی میشد. اگر من کلی 100 سال زندگی میکنم، 200 سال زندگی میکنم، تا آخری عمرم زندگی میکنم، گویدم نکاح باطل میشه. نکاح موقت درست نیست و وقت و حد و حدود نمیمونه در نکاح. حتی همین زنتان در بهشت هم زنی شما میشد. این با مردن هم کنده نمیشد این نکاح. این عقد مبارک است با همین نیت. لیکن اگر مثال بعد توغری نگرفت و بعد جدا شدن، این دیگر گپ است. لیکن در عقد نکاح وقت نکاح معین کرده نمیشد. معین کی کرد؟ باید نکاح نیست الکی، باید زنا هست. نترسید، خانه‌دار شدن گریتون با نیت نیک. الله تعالی ذاتی کریم است. حضرت بلال خرما ذخیره کردیان، کم بغل بودن، غلام بودن. وقتی که شرایط پیدا شد و خرما ذخیره کردیان، پیامبر صلی الله علیه و سلم بار میدارم به خانه‌اش که یک توده خرما دارد. ما هذا یا بلال، این چی است ای بلال؟ بلالی که یعنی که به پول و مال و دنیا اهمیت نمی داشت، بلالی که دین در نزد او از همه چیزی بالا بود، خرما ذخیره کرده است. البته ذخیره کردن اجازت است، ولیکن برای بلال پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش نکردن. گفتن که ما هذا یا بلال، این چی است ای بلال؟ گفت که یا رسول الله ادخرناه لشتائنا، اینا به زمستانمو ذخیره کردیم، به زمستانمو ذخیره کردیم. گفتن که انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اینا نفقه کنه بلال، اینا خیر کنه بلال، نترس از ذاتی که در عرش است. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، از ذاتی که در بالای عرش است از کم بغل شدن نترس. اینا خیر کن با الله تعالی تا زمستان با میدهد. و نکاح هم همین خیر. شما توکل به الله کنید، با نیت نیک خانه‌دار شوید، از رزق و روزی از دیگر چیزا نترسید. این حیات شما، این دنیا، زمین و آسمان، ملک، همش در دست الله تعالی هست. تکیه به الله تعالی کنید. مادامی که در راه الله تعالی راست هستید، مادامی که فرمان الله تعالی رو اجرا کرده ایستادید، مادامی که از گناه الله تعالی رو نمیکنید، نترسید. خانه‌دار شدن با نیت نیک. این نکاح موقت درست نیست.